خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب هستش و در این روز قشنگ تشریف آوردید اینجا. این خودش یک قربانیه. مخصوصا شنیدم که امروز فوتبال زنان هست و علاقه‌مند هستید که برید ساعت 5 بعد از ظهر نگاه کنید. چند نفر خصوصی اومدن به من گفتم برادر فریدون درسته مطالبتون خیلی مهمه، ولی یه جوری که ما به فوتبال برسیم. فوتبال چه زنش، چه مردش، چه بانوانش، چه مردونش، انگاری که همش قابل قبول هست. برای منم خوبه. منم میرم میشینم کتاب میخونم و من و کوروش بیشتر، نه کوروش مال آبیا بودیم مگه نه؟ بله با کمال افتخار البته. خدا رو شکر. فکر نمی کنم تا اونجا بکشه. الان اوکی دیگه میکروفون؟ نه دیگه با من کاری ندارید، من حرکت کنم برم. اوکی. آره دستگاه‌های ما رو همه رو بردن. اینه که ممکنه که این وسط قطعا بشه. خب اشکال نداره. مسئله اینی صحبت‌هایی که امروز دارم صحبت‌هایی هستش که شاید نتونیم به اصطلاح همه رو تمامش کنیم، ولی زور خودمو میزنم، چون امروز میخوام یک جوری دانشگاه رو بیارم در داخل این سالن که شماها هم بدونید که مردم چی میکشن. ولی چند نفر میدونین این چیه؟ جوری نگاه میکنید انگاری که نمیدونید چیه، نمیبینید. چیه؟ شکلات؟ پازل. خب این پازله. اونایی که گفتم پازل، چند نفر درست کردید این پازل رو؟ از این پازل ها ببین همه درست کردن. چقدر خوب. این پازلیه که دیروز گرفتم. امیدوارم بتونم پولش از شیما بگیرم، چون فقط برای اینکه به موعظه‌ام رفتاش گرفتم، ولی خیلی خوشگله. یکی از تابلوهای ونگافه و خیلی هم قشنگه. 1000 تیکه است. میخوام بشینم قشنگ سر فرصت اینو درست کنم، بعد بزنم به دیوار، که فکر میکنم مسیح میاد و میره و من هنوز میخوام اینو درست کنم، برای اینکه وقت نخواهد بود 1000 تیکه رو بخوای درستش کنی. ولی در هر حال یه همچین آرزویی دارم که این کار رو بکنم. اونایی که پازل درست کردن میدونن که پازل درست کردن فوت و فن داره. همینجوری نیستش که بریز اونجا درستش کنی. اولا امتیازی که پازل درست کردن اینجوری داره، شما عکس رو میبینید. چیزی که قراره در بیاد شما دارید اینجا. دومین فوت و فنی که داره پازل درست کردن اینه که شما شروع میکنید بر اساس رنگ هایی که اینجا هستند اون تیکه ها رو جدا میکنید، دسته‌بندی میکنید رنگ ها رو، و بعد این گوشه هاش معمولاً دیگه صافه و پیدا کردنش راحته. پس گوشه ها رو هم یه دسته امید، مثل این تو خیلی تو خونه بازی میکنی از اینها، اینه که چون خیلی همچین بله میکنه. بعد این چارچوبش رو به وجود میارید. وقتی که چارچوب به وجود اومد، اون وقت شروع میکنید از جاهایی که رنگش کمتره شروع میکنید، چون سریع تمام بشه، و بعد همینجور میرید جلو. و وقتی که بعد از نمیدونم حالا چقدر وقت تلف کردید و گذاشتید روش و دارید با آخر میرسید به ای داد بیداد، بعد شروع میکنید بر پدره مثلا آمازون. چرا؟ برای اینکه یهو در این 1000 تا تیکه 2 تا تیکه کمه و نمیدونید چی کارش بکنید. پس بدید، ندید، نمیگیرن، همه رو چسبوندید. اینه که این داستان وجود داره. چرا دارم این صحبت ها رو میکنم؟ این سوال بود. نمیدونید که چرا دارم این صحبت ها رو میکنم. برای اینکه ما امسال در ادوارد هم گفتن از مقوله‌ای داریم صحبت میکنیم که در علم الهیات بهش میگن اسکاتولوژی. از این حرفای قلمبه سلمبه‌ای که تو دانشگاه‌های الهیات در میاد اصلاً یک نخورید.
خودشونو به قول معروف دوستان از این حرفا در میارن. در واقع تمامی اون مطالبی که مربوط به زمانهای آخره، بعد به فارسی هم میگن آخرت شناسی، تمام اون مطالبی که ما امسال قرار صحبت کنیم دسته‌بندی میشه در زیر اسکاتولوژی، آخرت شناسی. و جالب اینه که آخرت شناسی مثل این پازل، تیکه های پازل ما در آخرت شناسی آیاتی که در کتاب مقدس وجود داره. بازگشت ثانوی عیسی مسیح هم جزء همین مقوله چیزهایی هستش که به زمانهای آخر مربوطه. پس آنچه که ما در رابطه با زمانهای آخر و بازگشت عیسی مسیح داریم تیکه های پازلش، بله پازل هستش، برای اینکه بر اساس آن چیزهایی است که گفته شده که در آینده قرار اتفاق بیفته، بنابراین تیکه هایی که باید بچینیم پیش همدیگه که تصویر رو به شکل درست داشته باشیم آیات کتاب مقدس هستش. مسلمه آیاتی که در عهد عتیقه و همینطور آیاتی که در عهد جدیده و ما لازم هستش که این تیکه ها رو بیایم جمع کنیم، دسته‌بندی کنیم و وقتی که میایم تیکه ها رو دسته‌بندی میکنیم در رابطه با زمانهای آخر میبینیم که در کتاب اشعیا خیلی داریم آیه، در کتاب ارمیا، حزقیال، دانیال، در کتاب یوئیل نبی، زکریای نبی در عهد عتیق زیاد داریم، یه مقدار خیلی کم در مزامیر داریم. در عهد جدید به غیر از اناجیل، آن چیزایی که خود عیسی مسیح میگه، ما از پولس داریم، از پتروس داریم، از یهودا داریم، از یوحنا داریم و کتاب مکاشفه هم که خودش سرتاسر مربوط به زمانهای آخر هستش. و وقتی که به این شکل به قضیه نگاه میکنیم و اونها رو جمع‌بندی میکنیم، اون موقع اگر میخواهیم که تصویر درست داشته باشیم لازمه که اینها رو درست بچینیم و باید خیلی وارد باشیم که آیات رو بتونیم درست بچینیم. شما زمانهایی شده که میخواید پازل درست کنید، مثلا بچه‌تون داره پازل درست میکنه، میاره بعد یه تیکه رو در میاره، هی میخواد یه جایی فشار بده که مال اونجا نیست، هی فشار میده یه جوری، بالاخره اگه بیشتر فشار بده گوشش میشکنه ولی اونجا قرار میگیره. اگه بخوایم اینجوری بکنیم در انتها یک سری از این تیکه‌های پازل در دست ما اضافه باقی میمونند. اگر ما درست نچینیم این پازل مربوط به آخرت شناسی رو و بخوایم با زور چپونی و فشار و بهمان این کار رو انجام بدیم، یه سری آیات تو دستمون میمونن که نمیدونیم با اونا چیکار کنیم و در این حال تصویر درستی هم نداریم. مشکلی هم که در وسط داریم، این وسط در رابطه با آخرت شناسی، ما یه تصویر کلی داریم ولی تصویری که به این شکل با جزئیات به ما بگه چی به چی هست اونو نداریم و این باعث میشه که من از آخرت یک تصوراتی تو ذهنم باشه و بعد این تیکه ها رو وردارم و بر اساس تصوراتی که تو ذهنمه کنار هم دیگه بچینم. پس این آیات نیستن که منو دارن هدایت میکنن، این من هستم که از این آیات دارم استفاده میکنم که یه تصویری براتون به وجود بیارم که تصویر درستی نخواهد. بنابراین اون چه که میخوام بهتون بگم این هستش که همین الانم بهتون بگم، حتی اگر ما به شکل درست بچینیم بریم جلو، هنوز هم تیکه هایی از پازل ما نخواهد بود، برای اینکه اینها مربوط به آن چیزهایی است که در آینده داره گفته میشه. چرا دوباره این حرفا رو دارم میزنم؟ برای اینکه این روزها مخصوصا در آخرت شناسی شاهد هستم که بسیاری از معلمین دانسته و ندانسته به خاطر دلایل مختلف، مثل اون بچه هایی که پازل سر جای خودش نمیشینه و زور میزنن بنشونن، اینجوری عمل میکنن. یک عده بر اساس اسرائیل ستیزی که این روزا خیلی هم مد هست، سعی دارن نقش قوم اسرائیل رو در زمانهای آخر بالکل از بین ببرن و بگن که همه چیز مال کلیساست، همه چیز به کلیسا اومده، و از اون طرف هم یک عده در اسرائیل پرستی اونقدر دیگه میرن جلو که نقش کلیسا و روح القدس کمتر میشه. میبینم یک عده
از این مسائلی که در زمانهای آخر اتفاق خواهد افتاد اونقدر ترس به وجودشونه که میگن نه آقا ما خواهیم رفت آسمان. یک عده دیگه میگن نه، برای اینکه فکر نمیکنن همین فردا ممکن اتفاق بیفته، میگن چون نمیدونن سر خودشون نخواهد، میگن نه ما هستیم، ما در اینجا هستیم، همه این بلایا هستیم و اینا. پس میبینید که همه اینها بر اساس اون تصویرهایی هستش که در ذهن، ولی لازم هستش که ما ببینیم که این تیکه های پازل وقتی که به درستی کنار هم دیگه قرار میگیرن ما رو به چه شکل دارن هدایت میکنن. در این رابطه که گفتم که میرسیم به صحنه آخره آن چیزی که مسیح داره میگه، ما تیکه های پازلمون 2 تا متن هستش که اینها به شکل موازی به جلو میرن. یکیش در لوقا فصل 21 از آیات 20 تا 24 و اون یکی در ادامه اون صحبتایی که خدمتتون گفتم در متی 24 15 تا 31. بذارید این تیکه های پازل رو براتون بخونم و شما سعی کنید ببینید که چجوری میخواهید این تیکه ها رو دسته‌بندی بکنید و همرنگ بکنید و بتونید که کنار هم بچینید. و چون بینید که اورشلیم، مسیح داره میگه، و چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است، آنگاه بدانید که خرابی آن رسیده است. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان فرار کند و هر که در شهر باشد بیرون رود و هر که در صحرا بود داخل شهر نشود، زیرا که همان است روزهای انتقام تا آنچه نوشته شده است تمام شود. لیکن وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن روزها، زیرا تنگی سخت بر روی زمین و غضب بر این قوم خواهد آمد و به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان تمامی قوم‌های دیگر به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال غیر یهودیان خواهد شد تا زمانهای غیر یهودیان به انجام رسد. و در متی مسیح اینو میگه. پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایگاه مقدس برپا شده بینید، خواننده دقت کنه، آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشد برای برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید و هر که در مزرعه است برای برداشتن لباس خود برنگردد، لیکن وای بر آبستنان و شیر دهندگان در آن دوران. پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود، زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد. و اگر آن دوران کوتاه نمیشد، هیچ بشری نجات نمی‌یافت، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. آنگاه اگر کسی به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست، باور مکنید، زیرا که مسیحان کاذب به انبیای دروغین ظاهر شده نشانه ها و معجزات بزرگ چنان ظاهر خواهند نمود که اگر ممکن می بود برگزیدگان را نیز گمراه می کردند. اینک شما را پیشاپیش خبر دادم. پس اگر شما رو گویند اینک در صحراست بیرون مروید یا آنکه در اتاقهای درونی خانه است، باور نکنید، زیرا همچنان که برق آسمان از مشرق پدیدار و تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. هر جا لاشه‌ای باشد کرکسان در آنجا جمع شود. بلافاصله بعد از مصیبت آن دوران آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و نیروهای آسمان ها به لرزه در افتند. آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت همه طوایف زمین به سینه خواهند زد و پسر انسان رو خواهند دید که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال بزرگ می آید و فرشتگان خود را با شیپور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از 4 باد از یک کران آسمان تا به کران دیگر گرد هم خواهند آورد. این اون تیکه های پازل ماست و جالب اینه که این رو مسیح در کوه زیتون داره میگه. در مورد این با شما صحبت کردم که تمامی صحبتش با یک سوال شروع شد. گفت که همه اینها فرو خواهد ریخت و اونها گفتن که جداً پس زمان آمدن تو کی خواهد بود
اینها کی اتفاق خواهد افتاد و مسیح برمیگرده، زمان دقیق رو نمیگه بلکه مطرح میکنه یک سری نشانه ها رو و میگه که این نشانه هایی مثل درد زایمانه که هر چقدر که جلوتر میره تناوب دردها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و 6 نشانه در این زمینه داره مطرح میکنه که شروع میکنه با مسیحان دروغین، جنگ ها و اخبار جنگ ها، قحطی ها و طاعون ها و زمین لرزه ها، آزار و اذیت صالحان، روی برگردانیدن بسیاری از مؤمنین سطحی و آخریش انجیل به تمامی دنیا موعظه خواهد شد. و بعد اون مسیح مطرح میکنه و میگه که آنگاه پایان خواهد رسید. و وقتی میگه پایان خواهد رسید منظورش پایان عصر نیست، منظورش فرصت نجات برای مردم دنیاست. چرا؟ برای اینکه از اون لحظه به بعد دنیا وارد یک صحنه عجیبی خواهد شد که انگار که اوج تمامی این دردهای زایمان میرسه به این زمانی که مسیح داره مطرح میکنه. و جالب اینه که آنچه که مسیح مطرح کرد، تمام حرفایی که مسیح مطرح میکنه چه در لوقا و چه در متی، جالبه که متمرکز هست روی اسرائیل و اورشلیم. مسیح داره خودش اسم میبره. وقتی که ببینید اورشلیم محاصره شده، اون یکی رو میبینه. وقتی که مکروه ویرانی رو ببینید که در قدس در معبد بر پا ایستاده شده. پس ما تکه های پازل ما در این آیاته و وقتی که نگاه میکنیم هسته مرکزی این دو تا پیامی که مسیح میده، اولیش چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده و دومی پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایگاه مقدس برپا شده بینید. و اینجا خیلی جالبه، میگه خواننده دقت کنه، انگار که اینجا یهویی متی احساس میکنه که باید یک چیزی بذاره حواستون باشه، برای اینکه این یک مسئله نبوتی هست، پازلی هستش که تیکه‌ای هستش که قراره تصویر بزرگتر رو بیان بکنه. این که ببینید اورشلیم، اولین تیکه رو بریم، اورشلیم به محاصره شده، سربازان دورش رو گرفتن. ببینیم که اون چی هستش. برای اورشلیم و اورشلیمی ها این یک صحنه بسیار آشنایی، این چیزی که در تمام طول تاریخشون اتفاق افتاده. شما الان این بالا نقشه رو دارید، سرزمین شیر و شهد. داستان اینجوری شروع شده، اینها در مصر بودن و خداوند به اینها گفت که میدونید چیه، بیایید و من شما رو از اینجا خلاصی میدم و با بازوی قوی و پوز فرعونو بزن و بیان و فلان و بهمان و طلاب طلوب شما رو من میبرم به سرزمین شیر و شهد. و اینا هم گفتن وای چقدر عالی این سرزمین شهد، دیگه از این بهتر نمیشه، سرزمین شیر و شهد، آقا بدو. اگر میدونستن خدا اینا رو به چه تله‌ای داره میبره از جاشون جم نمیخوردن، همونجا تو مصر میموندن. سرزمین شیر و شهد اگر شما نگاه بکنید، اسرائیل میبینید دیگه اون بالا، اسرائیل اینجاست. وقتی که اون اسرائیل رو نگاه کنید، حالا دست اونورش رو نگاه کنید، اسرائیل بیابونه، هیچ کس از بیابون به هیچ جا نمیره. بالاش رو نگاه کنید، هتیا هستن، قوم هت که الان ترکیه فعلیه. این ورش میایید پایین ترش قوم آشوره، یه خورده پایین ترش قوم بابله، این طرفش پارسا هستند. اون وقت پایین هم تازه چی هست؟ مصره. اون طرفش هم که دریاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه این ملت‌هایی که دور اسرائیل رو گرفتن همه ابرقدرتند. آشور با مصر دعوا داره، از راه چیز که نمیره که بیابون، باید بیاد از اون بالا، باید بیاد اول پوز اسرائیل رو بزنه، بعد بره با مصر دعوا کنه. مصر میخواد با هر کدوم از اون امپراتوری‌های بالا دعوا کنه، باید چیکار بکنه؟ باید از اون ور بیاد دوباره اسرائیل رو با خاک یکسان بکنه و بره به اونها برسه. برای همین هم هستش که تمامی این امپراتوری‌های اطراف هر کدومشون یه سفری به اسرائیل
داشتن. خدا به اینها چی گفته بود؟ به اینها گفته بود میدونید چیه؟ این بشه تله است، ولی چی کار خواهم کرد؟ ترس شما رو در دل این ملت ها خواهم ریخت، ولی شرط داره. تازه این چه جور سرزمینیه؟ سرزمینیه که آب زیرزمینی زیاد وجود نداره. اصلا یعنی وجود نداره، فقط یه دور رودخونه هستش که بهش میگن گیهان. به غیر از اون آب زیرزمینی وجود نداره. بنابراین اینها احتیاج دارن که خدا بارون رو به موقع بفرسته. اگر بارون به موقع بیاد همه چیز اوکیه، غذا برای خوردن دارن. اگر خدا بارون رو به موقع نفرسته قحطیه. پس از یک طرف این ملت ها، از طرف دیگه اینا باید چششون به آسمون باشه. برای همینم وقتی که موسی داره از سر نو تمامی اون قوانینی رو که خدا به اونها گفته بود، شریعت رو به نسل دوم فرزندان اونها داره مطرح میکنه در تثنیه فصل 28، اونجا با این سخنان شروع میشه: اگر تمامی اوامر منو اطاعت کنید و در تمامی روش‌های زندگیتون اونها رو به جا بیارید، آنگاه ترس شما رو خواهم ریخت در دل این ملت‌ها. هیچ کس جرأت نخواهد کرد با اینکه شما رو محاصره کردن به شما حمله کنن و باران‌های اول و آخر رو به شما به موقع خواهم داد. مریض نخواهد شد، برکت خواهد بود و تمامی اونها. و بعد از 12-13 آیه یهو می‌بینید ولی اگر نکنید چه بلایی به سر شما خواهد اومد، که ما در تاریخ قوم اسرائیل بیشتر اون یکی رو می‌بینیم. برای اینکه می‌بینیم نکردند و می‌بینیم که چقدر شد. اسرائیل از همون وقتی که از مصر اومد بیرون و وارد این منطقه شد، می‌بینیم که دائم با این صحنه که لشکرها اورشلیم رو محاصره کردن و قدس رو محاصره کردن و میخوان اون رو خرابش کنن، پایمالش کنن، آشنا بوده. بنابراین وقتی که مسیح میگه وقتی که ببینید اورشلیم محاصره شده، میگن این که چیز جدیدی نیست. چیز جدید نیست. در سال 585 قبل از میلاد میبینیم که اصلا به خاطر نااطاعتی‌هایی که این قوم بارها و بارها و بارها کرده، دیگه بالکل داره میره به چی؟ به اسارت بابل. قبلا 10 قبیله رفته به اسارت آشور در 722. حالا دیگه بابلیا آشوریا رو گرفتن و ترتیب اونا رو که دادن هیچی، و اون اسرائیلیایی که اونجا اسیر بودن حالا اسیر بابلیا هستن، میان و اون 2 قبیله دیگر رو هم جمع میکنن، با خودشون میبرن به اسارت. و وقتی هم که از اسارت برمیگردن، همش یونانی ها، رومی ها، پارسا، همه دیگه دارن هی حمله میکنن و همیشه اورشلیم در اسارت. تا اینکه حتی در 70 میلادی ما میبینیم که تیتوس ژنرال رومی که خودش بعداً امپراتور میشه، میاد و چون اورشلیم یه جایی که همیشه باعث دردسره، خیلی جالبه، اورشلیم همیشه باعث انگاری دردسر بوده، میان و میگه که دستور میده همه رو قتل عام میکنند، تمامی اون معبد رو چنان با خاک یکسان میکنن که سنگی رو سنگی باقی نمیمونه. خیلی از اون چیزایی که اینجا مسیح گفته بود که وای بر آبستنان فلان کنید، بهمان کنید و اینا، اون موقع هم اتفاق میفته و قتل عام بزرگی صورت میگیره و معبد ترتیبش داده میشه. و بعد از اون اورشلیم هی داره بازسازی میشه. در کروسیدها در قرن 10 تا قرن 15 همش سر اورشلیم دعوا بود، اروپا با مسلمانان، و همین طور رد و بدل میشد اورشلیم، همین طور سربازان پشت دیوارهاش بودند، تا اینکه به فرمان سلطان سلیمان که فیلمشو دیدید دیگه، خرم سلطان و فلان اینا، همون سلطان سلیمان میان چیکار میکنه سلطان سلیمان؟ همه اون دیوارا و فلان و بهمان که خراب شده بود، میاد میگه میدونید چیه، بیاید از سر نو اینو بنا کنیم. اورشلیم 12 تا دروازه داشت، ولی وقتی این دفعه دیوار رو بنا میکنن که اورشلیم فعلی در واقع بازسازی شده سلطان سلیمانه، به جای 12 دروازه
7 تا دروازه درش قرار میده، 5 تا دروازهش از بین میره و بعد کلی بازسازی میشه و یه دروازه مهم هم که بهش میگفتن دروازه طلایین یا زرین که یهودی ها بر این باور هستن که مسیح موعود وقتی که ظهور کنه از اون دروازه قرار وارد بشه به معبد. سلطان سلیمان میگه اون دروازه رو مسدودش کنید و به این ترتیب وقتی که اونو مسدود کرده دیگه مسیح نمیتونه که از اونجا وارد بشه و ظهور کنه و به خیال خودش دیگه جلوی ظهور مسیح رو گرفته. فکر کنم تصویر بعدی شما عکسی از اون هم چیکار خواهید کرد، عکسی از دروازه هم خواهید داشت. آره این دروازه هستش که مسدود کرده. بنابراین وقتی که میگه که چون ببینید که محاصره شده اورشلیم، بدونید که زمان آخر رسیده. دیگه اون چیزی که در صحنه آخر قرار اتفاق بیفته الان فرا رسیده. ولی آخه این صحنه آشناییه، یه صحنه عجیب غریبی نیست. همین الانش میتونن یه ادعا بکنن که آقا همین الان اتفاقا همین دور است. چرا؟ شما اسرائیل رو نگاه بکنید، تمام محاصره شده است با ملت‌های متخاصم. انگاری که لشکرهاشون رو چیدن، حالا لشکرهای سربازان نیست ولی همه این توپ تانک مسلسل‌ها به طرف چی هست؟ اسرائیلش. شما میتونید اونم بگید و یکی ممکنه برگرده بگه آقا این چیزی که مسیح میگفت همین الانش هم داره اتفاق میفته. ولی آیا این اونه؟ مسلمه که بر اساس حرفایی که مسیح میگه این اون نیست. چرا؟ برای اینکه مسیح هنوز ظهور نکرده. صحبت مسیح به مراتب فراتر از آن چیزی است که اینجا میگه. پس تا اینجا ما تیکه‌هامون رو چیدیم ولی تصویر کامل نداریم. بریم ببینیم در اون تیکه‌های دیگه چی داره. میگه که پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شد، حالا مسیح خودش یه آدرس دیگه هم میگه، به زبان دانیال نبی در جایگاه مقدس برپا شده. ببینید کتاب دانیال رو کسی خونده؟ دیگه دانیال برای ما باید آشنا باشه چون مقبرش تو مملکت ماست. لااقل به خاطر اون کتابش رو بخونید. دانیال جز اون نجیب زاده های یهودی هستش که در حمله اول بابلی ها 3 بار حمله کردن به اسرائیل و اول که حمله کردن اون نجیب زاده ها رو بردن به اسارت که دانیال جزشون بود. دومین دفعه دیگه اشیای معبد و فلان و سومین دفعه دیگه همه اونهایی که سرشون به تنشون میارزید و هر چی که باقی بود همه رو جارو کردن بردنش به اسارت. دانیال اون قسمت اول رفت. اتفاقا جالبه که در دربار نبوکدنصر که پادشاه بابلی، امپراتور بابلی ها بود، به یک مقام خیلی بزرگی هم میرسه به عنوان مشاور. و عیسی مسیح، ببینید اینجا عیسی داره صحبت میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم آقا نمیدونم اینو اونجوری تفسیر کنیم اینو اینجوری تفسیر کنیم. خود عیسی مسیح داره به همه این چیزایی که اینجا گفته میشه اعتبار میده. میگه مکروه ویرانی که به زبان دانیال نبی گفته شد. خب دانیال نبی وقتی که کتابشو میخونیم 3 بار در مورد مکروه ویرانی صحبت میکنه. اولیش در فصل 9 از مکروه ویرانی یا ویرانگر صحبت میکنه، دومیش در فصل 11 ازش صحبت میکنه و سومیش در فصل 12 ازش صحبت میکنه. و مسیح میگه که وقتی که شما اون رو ببینید که دانیال پیشگویی میکنه، بدونید که دیگه زمان بازگشت پسر انسان هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. دانیال کتابش پر از نبوته و نبوتایی که دانیال کرده در مورد امپراتوری هاست، در مورد ظهور و سقوط امپراتوری ها. شما اگر باب 2 کتاب دانیال رو نگاه بکنید، در اونجا پیشگویی داره. در این نبوکدنصر در خواب خودش یک تمثالی رو میبینه که این تمثال سرش طلایینه، سر شیر، و بعد دستهاش و بازوهاش و سینه‌اش نقره است و رونهاش برنزه و پاهاش گلی و آهنینه. و نبوکدنصر خیلی این بهش چیز میذاره، اثر میذاره و صبح که از خواب بیدار میشه یادش میره چه خواب دیده. خداوند خواب رو به دانیال آشکار میکنه که داستان چیه و دانیال مطرح میکنه که این امپراتوری هاست که همینطور پشت سر هم
ظهور خواهد کرد. سرش البته که خود نبوکدنصره و بعد از اون به ترتیب داره مطرح میکنه امپراتوری پارس، بعد امپراتوری یونان و بعد امپراتوری روم. همینطور اینقدر دقیق این پیشگویایی که دانیال کرده در مورد این امپراتوری‌ها که ظاهر میشن که حتی یه عده باور نمیکنن که این حقیقتاً 6 قرن قبل از مسیح پیشگویی شده. فکر میکنن که نه، کسی اومده اینا رو نوشته که این اتفاقات افتاده بوده که اینقدر دقیق اینها رو نوشته، در حالی که سند معتبر وجود داره که تمامی اینها رو دانیال 6 قرن قبل شروع کرده به چی کردن؟ به نبوت کردن. و همینطور که جلو میریم دانیال شروع میکنه در رابطه با زمانهای آخر هم صحبت کردن و اولین جایی که مکروه ویرانی رو مطرح میکنه در فصل 9 هستش. میگه در حینی که در دعا سخن میگفتم آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شامگاهی نزد من رسید و مرا اعلام نموده با من صحبت کرده گفت ای دانیال، الان من بیرون آمدم تا تو را بصیرت و فهم بخشم. در ابتدای التماس‌های تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم، زیرا که تو بسیار محبوب هستی. پس در این کلام تفکر کن و رویا رو بفهم. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها به پایان رسد و گناهان آنها انتها پذیرد و کفاره به جهت عصیان انجام گیرد و عدالت جاودانی آورده شود و رویا و نبوت مهر گردد و قدس الاقداس مسح شود. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا ظهور مسیح رئیس 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با کوچه ها و خندقش در زمانهای تنگی تعمیر و بنا خواهد شد و بعد از آن 62 هفته مسیح کنده خواهد گردید و چیزی از آن او نخواهد بود و قوم آن رئیس که می آید شهر و قدس را ویران خواهند ساخت و آخر او در سیلاب خواهد بود و تا به آخر جنگ. پس ویرانی ها مقرر. او با اشخاص بسیار در 1 هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نیمه آن هفته قربانی و هدیه را متوقف خواهد ساخت و بر بال رجاسات ویران کننده ای خواهد آمد و الی النهایه تا پایانی که مقرر است بر ویران کننده ریخته شود. اینو من فکر میکنم که برم روی چارت برای شما توضیح بدم که چی داره میگه دانیال، برای اینکه خیلی دقیق داره مطرح میکنه که عملا در تاریخ اتفاق افتاده. اگر شما دکمه رو بزنید، خب ببینید اینجا در اسارت هستن و در اینجا دانیال داره میبینه که چه اتفاق میفته. در سال 400 و چند هستش در اونجا 445 قبل از میلاد بر اساس تاریخی که ما الان داریم، ارتشستا خشایارشا فرمان صادر میکنه که چیکار بکنن؟ که برای بازسازی برن. و چی داره میگه این آقای دانیال؟ میگه که از این فرمان تا کشته شدن اون رئیس 62 هفته و 7 هفته خواهد بود. در اون هفته 49 سال بازسازی اورشلیم شروع میشه که ما داستانش رو در کتاب نهمیا میبینیم اگر نگاه کنید فصول 3 تا 6. و بعد از اون وقتی نهمیا بازسازی میکنه ما با 400 سال سکوت روبرو هستیم. از کتاب ملاکی به بعد ما دیگه از جانب خدا هیچ نبی نمیبینیم ظهور کنه، انگاری که خدا سکوت کرده، انگاری که خدا دیگه با قوم هیچ حرفی برای گفتن نداره. برای همینم معلمین علم الهی علما اومدن گفتن اسم اونو بذاریم 400 سال سکوت. پس اون 62 هفته ما دیگه هیچ چیزی نداریم از خداوند تا اینکه مسیح ظهور میکنه و مسیح در 33 سالگی میره بالای صلیب. که شما وقتی که اینها رو جمع میکنید میبینید که 62 هفته و 7 هفته با هم دیگه 69 هفته. یادتونه در رابطه با نبوت‌ها گفتم که نبی از دور میدید و چون از دور میدید
بعضی جاها دیگه اون جزئیاتی رو که بین وقایع بودند نمیدید. حالا اگر شما نگاه کنید 62 7 هفته و 62 هفته 69 هفته و هفته 70 این که از دور داره دانیال میبینه، دانیال بین این 2 هفته رو دیگه ندید. بر دانیال مکشوف نشد که بین اینها یک فاصله وجود داره و بلا فاصله شروع کرد هفته 70 رو مطرح کردن که هفته 70 اون هم خب 7 سال هستش، هر هفته 1 سال، هر روز 1 ساله. در اونجا میگه که در این هفته آن رئیس ظهور خواهد کرد و وقتی که آن رئیس ظهور کنه با خودش صلح و سلامتی خواهد آورد و مردم باهاش حال خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه دنیا آماده خواهد بود که منجی رو بپذیره و همینطور یهودیان آماده خواهند بود که ماشیه رو بپذیرند. داره چی میگه؟ میگه این هفته که اسمش هست مصیبت عظیم که در مورد اون داریم صحبت میکنیم، آنچه که مسیح داره به دانیال اشاره میکنه که چطور این گفت و دانیال داره به شکل دقیق مطرح میکنه که به چه شکل هستش. دنیا تا به اونجا خواهد رفت که همه منتظر خواهند بود که یک نجات دهنده، هر کسی میخواد باشه ظاهر بشه. برای اینکه بدبختی، جنگ، کشتار، قحطی، یادتون از همه اینای چیزی که گفته بود به چه شکل داره میره جلو، این درد زایمان ها کمتر و کمتر و کمتر و کمتر خواهد شد. چرا اینطور خواهد شد؟ برای اینکه آن ویروس، یادتونه بهتون گفتم چطور داره عمل میکنه، چطور داره خلقت خدا رو از بین میبره، به شکلی قوی‌تر، به شکلی سریعتر پیش خواهد رفت و دنیا در دست بدبختی ها اسیر خواهد بود، از جنگش بگیر تا کشت و کشتار و فلان و بهمان اینا. و در یک چنین وضعیتی همه میخوان که یک نجات دهنده ظاهر بشه و نجات دهنده ظاهر میشه و همه با آغوش باز میپذیرن. آمین نه آمین؟ چون هنوز نمیدونید، ولی اون موقع همه میگن آمین آمین آمین. یهودی ها میگن آمین. یهودی ها میگن مسیح موعود ما اومد، آقا بچسب بهش. و با اونها به قول معروف بیعت میکنه و شروع میکنه بازسازی معبد. برای اینکه معبد باید بازسازی بشه که بعداً از بین بره، بعداً نجس بشه بر اساس این نبوت. اونهایی که فکر میکنن که معبد بازسازی نخواهد شد، همین الانش 2 ارگان بزرگ در اسرائیل تمامی نقشه ها رو چیدند و آماده هستند که هر چه سریعتر شروع کنند معبد رو ساختن. یه عده فکر میکنن که مسجد الاقصی در یه گوششه پس نخواهد شد. همین الان طیف رو دارید نگاه میکنید چه اتفاقی میفته، چطور کشورهای مسلمان همه دارن با اسرائیل رفیق دارن میشن. وقتی که یه خورده جلوتر برسه معبد بنا میشه. یه عده فکر میکنن که معبد، مسجد الاقصی در روی معبد ساخته شده. روی معبد ساخته نشده. اون جایی که داوود از اون ارنون یبوسی خرید، اونجا خرمنگاه بود. خرمنگاه در بالای تپه قرار نمیگیره. خرمنگاه باید روی چی میگن همواری باشه. و بعد معبد نیاز به آب داره. تنها آبی که از زیر زمین میتونه بیاد همین چشمه گیهان هستش که در فصل 3 نهمیا میگه رفتم به وادی و اون نهر رو دیدم. بنابراین اتفاقا معبد جاش اونجا نیست، مسجد الاقصی اونجا قرار نداره، به طرف پایین تر قرار داره و دارن الان آماده میشن و هیچ مملکتی نمیتونه، چون مسجد الاقصی رو خراب نمیکنن، معبد رو این طرفتر میسازنش برای اینکه اصلا ربطی به معبد نداره و میخوام معبد رو اتفاقا بسازن. و وقتی که معبد ساخته میشه 3 سال و نیم طول میکشه. بر اساس آنچه که اینجا میگه این رئیس میاد و میخواد معبد رو تقدیس بکنه. یهودی‌ها فکر میکنن که این مسیح موعوده
دنیا او رو به عنوان نجات دهنده پذیرفته و اینجاست که چهره اصلی خودش رو نشون میده و میاد در معبد به جای اینکه برای خدا قربانی بگذرونه، اونطور که یهودی ها انتظار داشتن، میاد تمثال خودش رو بنا میکنه و برای خودش به عنوان شیطان. با اون موقع یهودی ها میفهمن چه اشتباهی کردن و اون موقع دنیا میفهمه که چه اشتباهی کرده. با آغوش باز دجال رو پذیرفتن و میگه که اون وقت مصیبت عظیم شروع میشه. هر کسی که در مقابل این شیطان زانو خم نکنه، در مقابل این شیطان پرستش نکنه، قتل عام خواهد شد. مسیح میگه که در اون موقع مصیبت چنان زیاد خواهد بود که اگه به خاطر برگزیدگان خداوند اونو کم نمی کرد، هیچ بشری نمیتونست از اون مصیبت نجات پیدا بکنه. برای اینکه شریر هدفش اینه که خلقت خدا رو با تمامی آنچه که توشه به گند بکشه و از بین ببره. انسان صورت خدا رو به خودش داره، برای اینکه خدا انسان رو به صورت خودش آفریده و هدف شریر این هستش که شماها رو دونه به دونه از بین ببره. مهم نیست مسیحی باشید، مسلمان باشید، بودایی باشید یا خدا چی میگن ناپرست باشید، آتئیست باشید. تا اونجایی که صورت خدا بر شما هست، شیطان کمر به کشتن شما داره. برای همین هم هستش که تمامی دنیا، تمامی مردمانی که خدا خلق کرده، اونها در آماج هدف انتقام شیطان قرار دارن و در اون هفته مصیبتی خواهد بود که نه تا به حال اتفاق افتاده و نه تا با انتهای جهان اتفاق خواهد افتاد. اینا حرفای مسیحه، حرفای یک عالم الهی نیستش که بگید از یه دیدگاه دیگه هم بهش میشه نگاه کرد. از هیچ دیدگاهی نمیشه بهش نگاه کرد، برای اینکه مسیح داره میگه. هیچ کارش نمیتونه بکنه. و این اون هفته مصیبت عظیمی هستش که وجود داره که آخرین صحنه‌اش هستش. دانیال البته ادامه میده، مکروه ویرانی در 11 و 12 هم میگه و اینجا داره اشاره میکنه به یه صحنه دیگه‌ای که اتفاقا شبیه همینه، ولی اتفاق میفته در زمان یونانی ها. چه اتفاق میفته در زمان یونانی ها؟ 2 تا ژنرال ما یونانی رو داریم، مال اسکندر رو. بعد از اینکه اسکندر میمیره، اونا در واقع مملکت رو، امپراتوری رو تقسیم میکنن. یکی از اونا سلسله پتولمیه که بر سوریه حاکمه، شمال، بر اساس آنچه که دانیال میگه، و اون یکی که سلوسیده در مصر، امپراتوری جنوب. و این دوتا یه مدتی با هم خوشخوشانند، ولی باز رقابت شروع میشه. شمال بالای اسرائیل، مصر پایین اسرائیل. و بعد این پتولمی، اون رئیسش یا فرماندهش یا پادشاهش، با زهر کشته میشه و یه بابایی میاد سر کار که اسمش از آنتیوخوس چهارم و میاد به خودش لقب اپیفانس میده. اپیفانس یعنی پرشکوه. پرشکوه یعنی حالت خدای پرشکوه به خودش میده و اعلان خدایی هم میکنه و این میاد به اسرائیل و با اسرائیل انگار مدافع اسرائیل، همون کاری که بعدها دجال خواهد کرد. این میاد با اسرائیل عهد میبنده و اسرائیل با آغوش باز رو به عنوان مدافعش میپذیره و این بابا میخواد لشکرکشی کنه بره به پایین و در حالی که میخواست بره به پایین، از مرکز بهش خبر میدن، امپراتور بهش خبر میده هوپ وایستا، تو حق نداری بری اونجا. این خیلی بهش بر میخوره که جلوی لشکرکشیش گرفته شده. برمیگرده در راه برگشت از مصر و باید از اسرائیل رد بشه دیگه. چنان عصبانی هستش که میاد دق دلیشو سر اسرائیلی ها پیاده میکنه. روز سبت وارد اورشلیم میشه و چون همه روز سبت هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه، حتی جاش جمع نخوره، میاد بدون اینکه مقاومتی صورت بگیره قتل عام میکنه اورشلیم و وارد معبد میشه و در معبد خوک قربانی میکنه و تمثال زئوس رو میذاره روی مذبح بخور و معبد نجس میشه.
این داستان رو شما در کتاب مکابی 1 و 2 شما میتونید ببینید که در اونجا در فصل 1 آیه 24 در اول مکابی میگه که در ماه کسلو یک چنین اتفاقی میفته و معبد نجس میشه. شما در انجیل یوحنا با ایده تقدیم روبرو هستید یا تقدیس روبرو هستید یا ایده وقف روبرو هستید که بعداً به قول معروف وقف جدید معبدی که نجس شده که در زمان مکابی ها صورت میگیره، چون مکابی ها انقلاب میکنن بر علیهشون و پس میزنن و دوباره معبد رو میگیرن و تقدیسش میکنن. حالا این آنتیوخوس اپیفانوس در واقع میبینه دانیال خیلی جلوتر، 400 سال جلوتر از آنچه اتفاق بیفته، داره میبینه که یک چنین اتفاقی که برای زمانهای آخر بود اتفاقاً در طول تاریخ هم مشابهش دیده میشه که قشنگ جا بندازه آن چیزی که داره اتفاق. یه ده ممکنه برگرده بگم این چیه؟ آنچه که داره این مطرح میکنه به اصطلاح دانیال اتفاق افتاده در تاریخ. خب اگر در تاریخ اتفاق افتاده، پس این چیزی که دانیال داره میگه واقعی بعدیش باید اتفاق بیفته. واقعی بعدیش چی هستش؟ ما میبینیم که در متی داره مطرح میکنه، میگه که آفتاب تاریک میشه، فلان میشه، بهمان میشه، فلان. آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با فرشتگان، با شیپور فرشتگان از آسمان بیاد. هیچ کدوم اینا هنوز اتفاق نیفتاده. و در کتاب مکاشفه در اون رابطه ما جزئیات بیشتر داریم که تمامی این لشکرها جمع میشن در صحرایی به اسم آرمگدون و اونجا قراره که بیان و اورشلیم رو با خاک یکسان بکنند و تمامی آنچه که باقی مونده رو از بین دیگه ببرن، برای اینکه این شیطان تصمیم گرفته که آنچه رو که اسم خدا رو بر خودش داره از بین ببره و کلی ها که ایمان آوردن کماکان کشته میشن و فلان و بهمان اینا. که عیسی مسیح از آسمان برمیگرده با فرشتگان و در صحرای آرمگدون تمامی قوای دشمن رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه روز انتقام خداونده. دیگه روز نجات و این حرفا نیست. روز نجات تمام شد قبل از اینکه هفته 70 شروع بشه. بله خیلی ها ایمان میارند، خیلی ها نجات پیدا میکنند، ولی اینجا دیگه کار خدا انتقام غضب بر علیه تمامی دشمنان خودش و در اونجا مسیح باز خواهد گشت و با بازگشت خودش تمامی دشمنان رو از بین خواهد برد و صلح و سلامتی واقعی رو بر دنیا حاکم خواهد کرد. به خاطر مقدسین کم شد. یه سری از چیزها رو دانیال هم به کار میبره، مسیح هم به کار میبره. 1260 روز که میشه در واقع 3 سال و نیم. تمامی جزئیاتی که دانیال داره مطرح میکنه همه در اینجا دقیق وجود داره و مسیح خیلی جالبه با این حرف و رفرنسی که داره میگه آنچه رو که دانیال داره میگه اون رو مهر تایید. پس آن چیزی که دانیال گفت مکروه ویرانی، زمانی که ببینید در معبد بنا شده، بدونید که مصیبت عظیم داره شروع میشه. بدونید که بیچارگی و بدبختی و کشت و کشتار شروع میشه. اون موقع مسیح نمیگه بمونید عذاب بکشید برای اینکه برای دیگران خوبه وقتی ببینم بیشتر ایمان میارن. نه، میگه اگر بالای پشت اون مسیح دیگه پایین نیا، برو. چرا؟ برای اینکه دیگه زمان نجات نیست. زمان برای شما این نیستش که اینها رو تحمل کنید تا کس دیگه برکت پیدا کنه و ایمان بیاره. نه، برای اینکه زمان ایمان دیگه تمام شده رفته. مأموریت ما تمام شده. الان دیگه زمان این هستش که خودتون رو از لب تیغ این شریر نجات بدید. برای اون افرادی که در اون موقع ها ایمان آوردن و بهتون میگم بسیاری از مؤمنین قتل عام خواهند. میدونید در طول تاریخ مؤمنینی که تا حالا قتل عام شدن چند نفرن؟ یه چیزی اندازه 70 میلیون نفر تا الان به اسم عیسی مسیح اینها از بین رفتن، کشته شدن. هفته 70 مصیبت عظیم اینه که با بازگشت خداوند ما عیسی از آسمان تمام. 3 سال و نیم بر اساس این نبوت، ولی اون 3 سال و نیم به اندازه‌ای مصیبت داره که
به خاطر برگزیدگان خدا اون رو کم کرده. و دعای ما باید این باشه که در اون موقع ما نباشیم. ما در اون موقع کجا خواهیم بود؟ چند تا سوال اینجا وجود داره. در اون موقع کلیسا کجا خواهد بود؟ سوال اولینه. اگر کلیسا هنوز در روی زمین خواهد بود، به چه شکل خواهد بود؟ سوال دوم اینه که مسیح وقتی برمیگرده در چند مرحله برمیگرده؟ آیا فقط بازگشت مسیح یه بار بعد از هفته 70 اتفاق میفته یا جلوتر از اون هم اتفاق میفته که در علم الهی بهش میگن ربوده شدن، اینجوری قاپیده شدن از روی زمین یه بار یا 2 بار؟ و سومیش اینه که وقتی که مسیح میاد و سلطنت خودش رو برقرار میکنه، این سلطنت به چه شکل خواهد بود؟ چه جوری خواهد بود؟ سوال آخرش این خواهد بود و وقتی که در انتهای این سلطنت میگه که آسمان و زمین جدید، آیا آسمان و زمین جدید اصلاح شدگی این آسمان و زمینه یا همونطور که مثل خلقت ما میگه این فانی باید غیر فانی رو بپوشه؟ آیا دنیا هم فانی رو میذاره و غیر فانی رو میپوشه؟ اینها اون سوالاتی هستش که کماکان در این پازلی که ما چیدیم، در این تصویر کماکان جای خودش رو داره. و اگر فرصت بود و اگر من هنوز اخراج نکرده بودی بعداً شد در مورد این مطالب هم اگر کسی دیگه صحبت نکرد در مورد اینها هم برای شما صحبت خواهم کرد. ولی خدا رو شکر آنچه که ما از این صحبت ها داریم اینه، هیچ چیز از کنترل خدا بیرون نیست. خدا جزئیات رو هم در کنترل خودش داره، روزش رو هم در کنترل خودش داره، 1260 روز. همه این چیزها رو به جزئیات خدا در کنترل خودش داره. اگه خدا تاریخ رو اینقدر در کنترلش خودش داره و به خاطر برگزیدگان داره هی نقشه های دشمن رو به هم میریزه، ببینید چقدر خدا برای یک به یک شما داره فکر میکنه، برای اینکه شما در زندگیتون کماکان آن شهادت عالی مسیحی خودتون رو داشته باشید. خدا چقدر داره تلاش میکنه و ببینید که این خدای حاکم، این خدایی که تمامی قدرت در دستاشه، این خدای تاریخ داره میگه که تو فرزند من هستی، اسم تو تو دست من حکه. اگر یک چنین مقامی من دارم و بابای من یک چنین حاکمیتی رو بر دنیا و تاریخ داره میرونه جلو، این باید انگیزش خوبی به من و شما بده که اونطور که مسیح میگه بپاییم کسی ما رو گمراه نکنه. باید مواظب باشیم، چشممون رو باز نگه داریم، منتظر باشیم برای بازگشت او. چرا؟ چون اگر غافل بشیم از این بازگشت که برای من و شما داره صورت میگیره، آنچه که وجود داره مصیبت عظیمه. چه باید بکنیم الان؟ نقشه رو دیدید، اسرائیل رو ما نجات پیدا کردیم. سرزمین شیر و شهد خواهر ما اینجا داشت شهادت میداد، چه شهادت عالی، و هر کدوم از شما از این شهادت ها دارید. اومدید به جایی که خدا شما را آورده. ولی اگر آنچه که خدا داره میگه دقت نکنید، تو تله افتادید. زندگیتون
توسط نیروهایی که از بالا و پایین و هر کس از هر جایی میخواد رد بشه زندگی شما رو لگدمال خواهد کرد. زندگیتون بیدر و پیکر خواهد بود و برکت نخواهد بود. هر چقدر تلاش بکنید برکت نخواهد بود. قوم بنی اسرائیل در جایی قرار داشتن که لازم بود که خدا ترس اینها رو در دل اون قوم ها بندازه. ما الان در یک چنین دنیایی داریم زندگی میکنیم. ما اگر حقیقتا در زندگی خودمون از خداوند اطاعت کنیم و در تمامی راههای خودمون اوامر او رو به جا بیاریم، بله مسلمه که زندگی ما سرزمین شیر و شهد خواهد بود، ولی شرطش اونه. اگر اون نباشه، اگر ما در زندگی خودمون های هر جور که دلمون میخواد زندگی کنیم و دلمون به این خوش باشه که اومدیم گفتیم مسیح تو خدای من هستی، یک شنبه میریم کلیسا، عزیزان من بپایید که خودتون رو گول نزنید. زندگی شما دائم به هم ریخته خواهد بود و برکتی تو زندگیتون نخواهد بود. همیشه محتاج خواهید بود. این اون چیزیست که کلام میگه، من نمیگم. و به سر ملت اسرائیل اومد که قوم برگزیده است. به سر ما هم که افراد برگزیده هستیم میاد. اینها برای اینه که ما بپاییم، که گمراه نشیم از اون مسیر و ایمان اصلیمون، نریم بیرون. تاریخ برای ما درسه. علت این که اینها در کلام نوشته شده برای اینه که به ما حکمت بده در نجاتی که از طریق ایمان به عیسی مسیح، ایمانی که در عمل خودش رو منعکس میکنه، ایمانی که تاب و تحمل سختی ها رو داره، ایمانی که مسئولیت و تعهد ایمان رو میپذیره. نمیخوام شما رو خوشان بکنم با خدا محبته و شما از اینجا گول خورده برید. من هم میتونم شما رو گول بزنم، ولی کلام میگه بپایید گول نخورید. کلام خدا کلام زنده است و برای اینه که ما رو هدایت کنه. بنابراین اون چی که میخوام بهتون بگم اینه: بذارید این نجاتی که داریم سرزمین شیر و شهد برای ما باشه. از خداوند اطاعت کنیم و در تمامی راههای خودمون اوامر او